توا خنک اگه سبحان الله لرزده سنچیو تنکو شروع. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، بسیاری مردم خیال میکنن که روسیه میای یعنی پول از تنه درخت پول میچینی میگیری، فکر نمیکنن که بیچاره نیکل بعضیش برف میروان. یعنی این حال احوال دمارم بود. از همون خاطر کدامت که الحمدلله شرایطت خوبه شکرگزار باش پروردگاره که الحمدلله الله ما را این روز استطاعت داده است این شرایط. اما بعضی اکاودو داره بگیم شرایط چون که سست است حرکت کنیم دستگیری کنیم در این خیلی که بعضی دورنیکی کار میکنن ساعت یک شب مثال بعضی اسفل میریزن در همین خیلی که بعضی اسفل توزه میکنن. المهم الحمدلله و همش ذلك من فضل الله، همش جانب پروردگار قدر الله، همش قدرت الهیه. دوستان عزیز حرکت کنین با دعا باشین، از دعای صالح دور نباشین، برادران و خواهران را دستگیری کنین. سبحان الله همه ما بخاطر یه لقمه حلال از وطن بیرون هستیم. 2 دقیقه که بس یونکه که هستم دستها یخ کردن. شور شمال خنکی رسیه در بیرون. آدم ها نیستن و جز انسان هایی که برف توزه میکنن. سبحان الله به نهایت خنکی همش یعنی زمستان مملکت روسیه. الله همه غریبا را نگهبان باشه، جمله مسلمانانی که از وطن بیرون و دور هستند. الله پدران و مادران ما را حفظ بگردانه. حرکت کنین پله در هر جای نادرکاری صرف مصرف نکنین که با مشقت پله به دست میارین و حرکت کنین. اپا و خواهر و مادران و برادران عزیز نسبت انسان هایی که در روسیه هستن ظلمشون نکنین. بسیار بیکار و بکار پول طلب نکنین و پول ها را در هر کجا مصرف نکنین در جاهای نادرکاری. برای در این خیلی شور و شمال بیچاره کار میکنن. لا حول ولا قوة الا بالله. خنکی به نهایت خنکی نیکی به همش مردم ما الحمدلله بلنگن. مردم مسلمان ما الحمدلله که شجاعتمند هستند. حرکت میکنه که کار میکنه که زن فرزندهای اونها محتاج از یگان کس نباشن، بیرون نروان، از یگان کس نطلبن، زنهاشون کار نکنن. اما متاسفانه الله همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه. در امان الله باشین. خداوند همه غریبا را در این خنک تنک نگهبان باشه. بعضی ها را بیچاره است مهرها را از دست دادن، بعضی ها خنک زدگی، بعضی ها شما را از دست دادگی نسبت به زرین شد به نهایت ضعیف شدگی. همش جانب پروردگار این خنک تنک الله همه غریبا را محافظه بگردانه. در امان الله باشه.